حادثه زیر دست و پا ماندن حجاج ایرانی که این بار شمار کشته‌های ایرانی در اون نسبت بیشتری داره اتفاق یگانه‌ای در حج نبوده. پناه فرهاد بهمن نگاهی کرده به سابقه اینطور حوادث. حج یکی از پر ازدحام‌ترین تجمع‌های انسانی است. هر سال حدود 2 میلیون نفر در مساحت کوچکی گرد هم می‌آیند و آداب و رسومی به جا می‌آورند که پر است از حرکت و جابجایی. به عنوان بخشی از مراسم حج، حجاج 3 روز را باید در منا بمانند و 3 نماد شیطان را سنگباران کنند. در همین آمد و شدها بود که پنجشنبه‌ای که گذشت بیش از 700 نفر اینجا زیر دست و پا کشته شدند. حج امسال اولین حجی نیست که صفت مرگبار می‌گیرد. از حوادثی مانند سقوط جر ثقیل یا فرو ریختن هتل و آتش سوزی در سالهای گذشته که بگذریم، حوادث زیادی بوده که صرفاً به دلیل ازدحام جمعیت روی داده. مرگبارترین حادثه سال 1990 بود، یعنی 25 سال پیش، که 1400 حاجی به علت فشار و ازدحام جمعیت جان خود را از دست دادند. در سال 1998 17 سال پیش 180 نفر کشته شدند. در سال 2001 14 سال پیش در روز آخر حج 35 نفر کشته شدند. در سال 2004 11 سال پیش 244 نفر و در سال 2006 یعنی 9 سال پیش هم بیش از 360 زائر در رمی جمرات به دلیل ازدحام جمعیت کشته شدند. مدیریت این جمعیت و برقراری نظم در آن کار ساده‌ای نیست. کاری که عربستان سعودی میگوید میلیاردها دلار برایش هزینه کرده. اما منتقدان عملکرد عربستان سعودی در مدیریت حج هم میگویند که هزینه‌ای که عربستان از آن دم میزند در مقابل دست کم $10,000 که هر حاجی میپردازد چیزی نیست و حوادثی مانند امسال نشان میدهد که این هزینه‌ها کافی یا مؤثر نبوده. و فارغ از جنبه‌های سیاسی، برای اینکه چنین فجایعی دیگر تکرار نشود، لازم است چاره‌ای اساسی اندیشیده شود که چگونه باید جمعیت میلیونی حجاج را مدیریت کرد که سنگ پرانی به نماد شیطان به قیمت جان انسان تمام نشود. پناه فرهاد بهمن، BBC.